بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أسباب النجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از رساله پربرکات به نام سببها و باعث نجات امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ حفظه الله تعالی تحت همون حدیث العرباض بن ساریه گفت، دوام داده گفته ایستاده است که ثم بین صلی الله علیه و علی آله و سلم ما یکون فی المستقبل. بعد از آن پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در آن خطبه بلیغ چنین بیان و روشنی می اندازد در آینده چی شدنش را، یعنی چی حادثه ها روی دادن را، چی حادثه ها روی داده می شود. و ان الامه بحاجه الى هذه الوصیه، واقعا امت محتاج این وصیت و این سفارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و هی السمع و الطاعه لولی الامر. مراد از این وصیت چی بوده است؟ یعنی گوش کردن و اطاعت کردن نسبت ولی امر مسلمان ها. فقال، گفت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فانه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا. کسی از شما حیات بسر برد پس از سر من، یعنی اختلاف های بسیاری را خواهد دید. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. گفت به شما لازم است که سنت من و سنت خلفای راشدین را چیکار کنید؟ لازم بگیرید. هذا سبب آخر من اسباب النجاة. این دیگر سبب از سبب های نجات امت است. السبب الاول، یکم سبب چی بود است؟ السمع و الطاعة لولی امر المسلمین. گوش فرانهادن و اطاعت کردن نسبت رهبری کاری مسلمان ها، رهبران دولت. السبب الثاني، سبب دوم، التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، چنگ زدن به سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سنت خلفائه الراشدین و چنگ زدن به سنت خلیفه های راشدین همچون ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم، فهم خلفاء الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان خلیفه های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، مع التمسك بسنت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، در برابری چنگ زدن به سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. دیدید بارک الله فیکم، یعنی راهبری دولت را گوش کردن و اطاعت کردن به سنت رسول صلی الله علیه و سلم نمیشد. این کورکورانه میشود. تو سنت پیغمبر را ندانی، چنگ به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزنی، حتما اطاعتی تو و فرمانبرداری تو نسبت راهبرهای یا که راهبری دولت این چی نقصاندار میشود. و چگونه تو اطاعت کردنت را، در کدام کار اطاعت کردنت را فقط سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی نشان میده. بنابراین اون کسانی که میگویند که دین از دولت جدا، دولت از دین جدا است، این کاری خطا هست. فهمیدید؟ دین و دولت همه یک جای است. نه. وقال اختلافا کثیرا. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که شما اختلاف بسیار را می‌بینید، وليس اختلافا یسیرا، یعنی این اختلاف اندکی نیست. انما هو کثیر و کثیر، این اختلاف خیلی هم بسیار و بسیار است. ولا ينجي الامه من هذا الاختلاف الكثير الا التمسك بسنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از این اختلاف بسیار یگانه چیزی که امت را نجات می بخشد این چنگ زدن است به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه به تقلید کورکورانه مذهبی، نه به تقلید کورکورانی، یعنی که این صاحبای گویم مذهب و صاحبای یا که گویم این یعنی حزب ها
فهمیدید؟ اینا هم مشکورن. و ما کان علیه خلفاؤه الراشدون، و چنگ زدن به آن سنتی که در همان خلیفه های راشدین پیغمبر بودند. و ما کان علیه المهاجرون والانصار، و چنگ زدن به آن سنت و به آن اعتقادی که در همان مهاجر و انصاری ها بودند. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در شأن مهاجر و انصاری ها در سوره توبه در آیه 100 فرموده است که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. السابقون الاولون گفته یعنی الذين سبقوا في الهجرة والنصرة، آن کسانی که از دیگرها یکم، یعنی از دیگرها یکم جا را گرفتن در مورد هجرت کردن و در مورد نصرت دادن. یعنی هجرت یعنی نام مهاجر را گرفتن و نام انصاری را گرفتن، مردم مکه و مردم مدینه اونها را. و السابقون الاولون گفته با شرحشان داده میگوید که من المهاجرین والانصار. دیده یگان مذهب در اینجا نیست، یگان حزب نیست، یعنی از جمله گویم یا که از زمره مهاجر و انصاری ها. والذین تبعوهم، و کسانی که از ایشان پیروان، یعنی از مهاجر و انصاری ها پیروان. به احسان یعنی احسنوا فی الاقتداء بهم، یعنی در اقتدا به ایشان کردن نکو اقتدا میکنند، در سخنشان، در افعالشان، در اعتقادشان. نه یعنی که کورکورانه از یعنی که خبرهای دروغ شنیده، تاریخهای دروغ شنیده سرگردان شود، رنگی رافضی و شیعه های بدبخت. وردوا عنه، خب رضی الله عنهم، الله از ایشان راضی شد. و رضوا عنه، و ایشان از الله راضی شدند. و اعد لهم جنات تجری من تحت الانهار، الله سبحانه و تعالی برایشان آماده کرد جنت هایی را که در زیر قصر و در زیر درخت های و یعنی که جوی ها جاری می شود. اللهم ارزقنا. ولما اخبر صلى الله عليه وآله وسلم انه سيحدث اختلاف وافتراق قال، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که اختلاف روی میزند و پراکندگی می شود، گفت افترقت اليهود على 71 فرقه، یهودی ها به 71 فرقه جدا شدند. و افترقت النصارى على 2 یا که على 72 فرقه، و نصرانی ها به 72 فرقه جدا شدند. و ستختلف هذه الامه على 73 فرقه، و این امت باشد به 73 فرقه مختلف و گوناگون و جدا می شود. کلها فی النار، همش یعنی که در آتشن، الا واحده و جز واحد، یعنی که یک تا. قلنا من هي یا رسول الله، گفتیم که وای کدام است ای پیغمبر الله؟ قال من كان على ما انا عليه و اصحابی، کسی که در همان اعتقاد و در همان منهج باشد که در همان من هستم و صحابگان من هستند، انمون کس یعنی که از فرقه ناجیه هست. اینا رو میپرسید کلمه لا اله الا الله رو نمیدوند، ما میگه من در منهج پیغمبرم. صاحب مذهب است یعنی که ادعا میکند که مذهبی است، ادعا میکند که یعنی که حزبی است، شرطهای لا اله الا الله رو نمیدوند، شرطهای نماز رو نمیدوند، کور فهمیدید، فرضای یعنی که رکنهای نماز رو نمیدوند. بارک الله فیکم. از اسلام هیچ صفر است، حتی بعضش تحت صفر. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ یعنی صفر ما اون کسر میگیم که خوانده سو از یاد نمیداند. فهمیدید؟ حقیقت خوانده سو از یاد کردن نتویسه، اینه میگن که صفر. اما اینها نخواندن حقیقتا، نه از بر کردن. برای خاطر آن که در نزد کسان ایشان درس و تعلیم میگیرن که و یا خودشون عادم هستند، یعنی نادارا. عرب ها میگن که عادم الشیء لا یعطیک شیء، کسی هیچی ندارد به تو هیچی نمیدهد، خفه نشو از او. حدیث ابو داود روایت میکند و ترمذی و امام احمد در مسندش، همینها از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. ابن ماجه نیز روایت میکند از حدیث عوف بن مالک. فلا ينجي من فتنة الاختلاف في كل وقت ولا سيما في آخر الزمان إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. يعني از فتنه اختلاف در یگان دور و زمانه یگان چیز نجات نمی بخشد، خصوصا در دور آخر زمان، در وقت آخر زمان،
مگر یگانه چیزی که نجات میبخشد شما را از فتنه اختلاف این چنگ زدن به سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و به سنت اصحاب او. هذا الذي ينجي من النار، انا همین است از آتش نجات میبخشیدگی. ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة سميت الفرقة الناجية من الفتن والناجية من النار يوم القيامة. بنابراین فرقه اهل سنت و جماعت را فرقه ناجیه نام نهاده شد. یعنی این فرقه هست که از فتنه ها نجات یابنده و از آتش دوزخ در روز قیامت نجات یابنده است انشاءالله. و ما عداها فانه لا ینجو، غیر از فرقه اهل سنت و جماعت دیگر یگان کس نجات نمییابد. كلها فی النار الا واحده، گفت همه ایشان در دوزخند، در آتشند به جز یک تا. برای چی؟ لمخالفتها و افتراقها. دیده برای خاطر این فرقه ها همشون مخالف بودنشون و پراکنده بودنشون. الا من ثبت علی الحق، مگر کسی که در حق ثابت و استوار و بردم است. ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة إلا بالعلم النافع. در کجا هستن اکون کسانی که طلب علم ترک کردن؟ بارک الله فیکم. و استواری در حق و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و استواری در سنت صحابگان فقط به چی می شود؟ به علم فایده آور می شود، به علم سود بخش می شود. کیف تثبت علی شیء و انت تجهله؟ چخل تو در یک چیز استوار می استی حالا که تو همون چیز نمیدانی؟ در بالای چی ایستادنت نمیدانی؟ در بالای یخ ایستادی، اگه آفتاب میبرد که یخ میکفت زیر آب میشی. فهمیدی؟ تگی پات دیده نمیتوانی چون که علم نداری. لابد ان نتعلم سنت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و ما كان علیه هو و اصحابه. باید که ما تعلیم گیریم سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را و آن را که در همان منهج بود رسول صلی الله علیه و سلم و صحابگانی او، حتی نثبت علیه و نتمسک به، تا در همان چیزی که ما تعلیم گرفتیم از رسول صلی الله علیه و آله و سلم ثابت قدم استیم، استوار استیم و همان را چنگ بزنیم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كلام حديث عجيب است. بارك الله فيكم. حذیفه ابن الیمانی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که مردم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبتی کارهای خوب، کارهای خیر، کارهای نیک میپرسیدن، سوال میکردن و من نسبتی کارهای بد سوال میکردم از ترس اینکه مبادا به سری من همین بدی نفور آید و چی خیلی خلاص میشوم. فهمیدی؟ در سر انسان یعنی اگر خیر فراید اگر انسان با خیر نمیگریزد، لیکن اگر شر فراید از او گریختن در کار، ولی اگر چی خیلی گریختن تو درس نگرفته باشی مشکلی در آن است. فهمیدی؟ فقلت یا رسول الله إنا كنا في جاهلیت و شر. گفتم ای پیغمبری الله ما در دوران جاهلیت بودیم، در یک دورانی بد، خوبی نبود در اون وقت. اسلام کی نبود، در کجا است خوبی بد؟ فجاء الله بهذا الخير، الله این خیر را آورد، یعنی اسلام آورد. فهل بعد هذا الخير من شر؟ آیا بعد از این خیری که ما در آن هستیم میگون بدی با فرا میرسد؟ قال نعم، گفت آره. قلت وهل بعد هذا الشر من خیر؟ با بعد این شر یگون خیر می آید؟ قال نعم، گفت آره. و فیه دخن، یعنی خیر هست ولی در او چی است؟ دخن است. یعنی که اصلا دخن یک چه معنا میدهد؟ یکی از معناهاش اینه که دود. گفتم که و ما دخنو، یعنی دخنی او از چی عبارت است؟ یعنی که مثلا خیر است، خیری پرده پوش، اون خیر همه نمیشناسه. اگه تو من باشد اگه راه چی میبینی؟ فهمیدی؟ خصوصا با اون راه رفتگی نباشه. ولی نسبت اون کسای صحبت کردیم شدیم که و یا در راه الله رفته ایستادن، پگه یعنی که در سری یعنی که این راه یگون تو من فراد اگر اینا به این راه که بسیار رفتن با کم و بیش راه یافتنشون ممکن، اما اون کسانی که به این راه رفتگی نیستن. قال قوم يهتدون بغير هدي،
انسان‌های پیدا میشوند که بغیر نشانداد من راه یاب میشوند، یعنی راه میابند لیکن این راه یافتگیشون راه نشاندادی من نیست. حزب تحریر، حزب نهضت، جماعی تبلیغ، تعرف منهم و تنکر، از ویها یعنی که تو میشناسی کدام حق دارن و کدام کاری منکر دارن. نگاه کنید، یعنی در دنیا ویها خیرشون هم میبینی و کاری منکر هم میبینی. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر، گفتم که آیا بعد از این خیر با یگون شری هست؟ قال نعم، گفت آره. دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها، دعایان پیدا میشوند که ایشان در بالای درهای دروازه های جهنم می ایستند و مردم دعوت میکنند. کسی ویا را قبول کند اجابت کند، کسی دعوتی ویا را قبول کند قذفوه فیها، وی گرفته در آتش میپردازند. قلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبر الله، صفهم لنا، گفتم ای پیغمبر الله برای ما صفتی ویها را نقل کن که ما ویا را شناسیم، اینا داعیان جهنمند. فقال هم من جلدتنا، ایشون از پوست ما هستند، به زبان عربی حرف میزنند. و یتکلمون، یعنی که من جلدتنا از قوم ما هستند، ملت ما هستند، عربن، و یتکلمون بالسنتهم، و زبان ما حرف میزنند، که عربی را میآموزند. قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك، بس تو مرا چی میفرمایی اگر همین دور و زمانه در سر من فرا رسد؟ قال تلزم جماعة المسلمین و امامهم، میبینی که در کجا دسته مسلمان ها است، جماعی مسلمان ها و امامشان است، همین به خود لازم میگیری. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، اگر مسلمان ها در همون دور جماعه نداشته باشند، امام نداشته باشند، چیکار کنم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، از تمام فرقه و دسته گروه بازی ها کنار شو. ولو ان تعضى باصل شجره حتى يدركك موت، اگرچه تو یک ریشه درخت را از سبب کنار شدن دور شدنت که تو را یعنی که در جماعه خود نکشند، گفته یک چور بیابان رفتی، صحرا رفتی، یک ریشه درخت یعنی که سخت گرفته ایستادی که برای از آبی و بهره مند شوی، گفته تا دم مرگت را این بهتر است برای تو. و انت علی ذلك، به همین بودنت خوبتر است، همین تر مردن تو به جماعت و به فرقه ها مردنت خیلی هم خوبتر است تا در این یعنی فرقه ها داخل شدن. حدیث یعنی که بخاری روایت میکنند خب از حدیث حذیفه ابن الیمانی خیلی گفته. نعم. يطلب من الرسول ان يبين له ما يفعل عندما يحصل من الشر في المستقبل. ببینید شیخ میفرماید که این صحابی گرامی از رسول صلی الله علیه و آله و سلم طلب کرده است، پرسیده است که برایش روشنی اندازد چیکار کند اگر همین شر، همین وقتی همین ناخوشی یعنی که در آینده وقتی که روی زند، حتی یکون علی علم منه، چرا پرسید؟ تا اینکه یعنی ایمدار شود چیکار کردنش داند، و حتی یسلم منه، حتی اینکه تیج ماند، خلاص شود از این یعنی در این گرداب، در این یعنی که ورطه هلاکت نافتد. گفته و هذا لا يحصل عفوا ولا يحصل الا بالعلم، این هم تو یعنی که به بخشیدن نمی شود و این یعنی که فقط به علم می شود. اسئله پرسیده می شود. بارک الله فیکم، این به پرسیدن می شود. از اهل علم می پرسید، فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. فهمیدید؟ و هل تعلم من الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فلما بين له ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة قال له حذيفة وهذا تعلم من الرسول، این تعلیم گیری است از پیغمبر. فهمید؟ این را که میگن از پیغمبر تعلیم گرفتن میگویند. وقتی که برایش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان روشنی انداخت آنچه را که روی میدهد بعد از آن یعنی اختلافای گوناگون پی هم، گفت که همه خیلی اختلاف ها میشه و خیلی یعنی که گروه بازی ها میشد. قال له حذیفه، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذیفه گفت که ما تأمرنی یا رسول الله، تو مرا چی امر میفرمایی ای پیغمبر الله؟ این ادرکنی ذلك، اگر همین وقت و ساعت یعنی که در سری من فراید. قال ان تلزم جماعة المسلمین و امامهم، گفت
لازم میگیری جماعی مسلمان ها را و امام ایشان را. هذا مثل قوله صلی الله علیه وسلم علیکم بتقوى الله و السمع و الطاعه. این مانند سخنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دیگر مورد فرموده است که به خود تقوای الله را لازم بگیر و شنیدن و اطاعت کردن. ولا تذهب مع الفرق الطائشه، یعنی نباید که تو همراه این فرقه ها و گروه های کم عقل کم فراست بروی. بل علیک بالثبات والتأنی، بلکه به خود لازم گیر استواری بردمی را، آرامی را و الفقه و فهمش را فی دین الله، در دین الله. و النظر الى ما كان عليه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابه فتأخذ به، باید که تو نظر بکنی به آن منهجی که در همان رسول صلی الله علیه و سلم و اصحابی او بود، بس همان را بگیری. علیک بالسمع و الطاعة لولی امر المسلمین، به خود لازم گیر گوش کردن و اطاعت کردن نسبت راهبر مسلمان ها. و تکون مع جماعت المسلمین، باید که تو همراه جماعی مسلمان ها باشی. اینا جماعی مسلمان ها را ترک کرده به روسیه هجرت میکنن، به دولت غرب میروند. قال تلزم جماعت المسلمین و امامهم، لازم میگیری جماعی مسلمان ها را و امام ویها را. قلت یا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، گفتم ای پیغمبر الله اگر برایشون جماعه و امام نباشد چی؟ فقال اعتزل تلك الفرق كلها، از همه این فرقه ها کنار شو. ما دام ليس لها جماعة ولا إمام يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسوله فاعتزل كلها. مادام که امت جماعه نداشته باشد، امام نداشته باشد که طبق کتاب الله و سنت رسولش، یعنی که حیات بسر گذرانند، از همه این فرقه ها جدا شد. لأنها كلها على ضلال، زیرا همشون در گمراهی اند. فلا تكن معها، همراه این فرقه ها نشو. ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يأتيك الموت، گرچنده که تو ریشی درخت را گزیده استی تا تمام شدن همون آبی نمی درخت که تو را مرگ فرا رسد و تو بمیری، این خوب تر است. اما ما دام یوجد للمسلمین جماعت و امام، اما تا آن دمی که برای مسلمان ها جماعه هست، راهبر دارد، فلا تنفرد، جدا نشو، کنار نشو. بل کن مع المسلمین حتی تنجو و تسلم، بلکه همراه مسلمان ها باش و چه حتی اینکه تو نجات یابی و تنج مانی. حتی زن یعنی که شیخ حفظه الله تعالی دیگر یعنی که سبب نجات را ذکر میکند، این یعنی که چنگ زدن به عقیده توحید می باشد. انشاءالله این در درس آینده خواهیم گرفت. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.